رفتم این روزا تا مرز خلاصی، چون دیگه حسی نمونده واسه این مرد روانی. میخوام یه نامه بنویسم تهش معذرت خوری، بمونه چند تا یادگاری توی صفحه مجازیم. فقط رفتم این روزا تا مرز خدابزی، یه صدا میگه وقتشه بی خبر جدا بشی. آدمو دوست دارن ولی فراموش کردن، بعد چند وقت تو فقط یه عکس تو اتاقتی. این روزا پر انرژی منفیم، برام بی‌مزه است چیزی که دیروز بهش میخندیدم. نمیدونم اینجا دیگه برام مثل جهنمه، شاید اون بالا بشه یه بهشتی نصیبم. من بچه نیستم، ببین اینا حرفای یه مرده که بریده از همه چی و منتظر مرگه. هیچی هم پشیمون نمیشم یه روزی، نه حقیقتا دلم برای مادرم هم تنگه. بچگی فقط میخواستم پر بشه جیبام، الان شدم یه ردی که داره فوش میده زیاد. شانسمونم بد بود اگه حق نگذریم، تو این جهان بزرگ شد لوکیشنمون ایران. دارم دست و پنجه نرم میکنم با ترومام، دیگه شله میکنه هیچ باطلی پامو. همه چی شده مثل یه کابوس واقعی، حتی نمیبینی دیگه فانتزی خواباتو. گلون پر بغضه، هوا روشن شده دیگه دم صبح، من و بیدارم با یه عالمه غم و غصه. حتی جواب نمیده دیگه اون جبه قرصه. نمیخوام دیگه چیزی حس بکنم، رفیقمی بدون